یه روز توی یه جنگل سرسبز خرگوشی به اسم تیزپا زندگی میکرد که عاشق ماجرا بود. یه صبح آفتابی تیزپا تصمیم گرفت دنبال گنج افسانه‌ای جنگل بگرده که میگفتن یه صندوقچه پر از هویجای طلاییه. تیزپا با یه نقشه کهنه که از مادر بزرگش گرفته بود راه افتاد. تو راه با یه جغد دانا به اسم هوفو برخورد کرد. جغد بهش گفت برای پیدا کردن گنج باید از رودخونه پرخروش رد شی، ولی مواظب باش چون پل قدیمیه و ممکنه بشکنه. تیزپا که شجاع بود به سمت پل رفت. وقتی داشت رد میشد پل شروع کرد به لرزیدن. با یه پرش سریع درست لحظه‌ای که پل فرو ریخت خودشو به اون طرف رسوند. نفس زنان به راهش ادامه داد تا رسید به غاری تاریک. تو غار یه صندوقچه دید که برق میزد، اما یه گرگ گرسنه نگهبانش بود. تیزپا به جای ترسیدن یه هویج از کوله پشتیش در آورد و پرتش کرد دورتر. گرگ دنبال هویج دوید و تیزپا صندوقچه رو برداشت و فرار کرد. وقتی صندوقشو باز کرد پر بود از هویجای طلایی درخشان. تیزپا با خوشحالی به دهکده برگشت و هویجا رو با همه حیوانای جنگل تقسیم کرد. پیام داستان: شجاعت و زیرکی همیشه راهو باز میکنه.